یه مأموریت دیگه گیم استرنج. پلیسا برام خبر دادن بعد برم پیششون. آقا مأموریت تغییر کرد سمت چپ. ای بابا بیا بر با تو کار داریم. ای داشت دهنت سرویس، من سمت چپ کار داشتم. برو چیه؟ داخلی کار جدید آمده. من بدانم بعدن چیکار کنم. بریم داخل. بچه ها محل حدودی محمد خطر رو پیدا کردم. روی کاغذش بیر دار. من خودم بدانم چیکار کنم. چرا عکسش نزدن؟ ها پیدا کردم. خودشه بدانم چیکار کنم. ولی اولش چند تا جا کار کوچیک دارم، بعدم مردر رو میکشم. نگاه خانم، من آیفون 17 پرو مکس دارم. این شماره تو بی زحمت بگو من بزنم. باشه الان بهت میگم. خب شمارهشو گرفتم، حالا بریم مرده رو بکشیم. گفتم یه سر بزنم به قبر اما خدا بیامرز. اسم احمد جاندو بود. ها فکر کنم اشتباهی باشیدم. ها اون یکیه. خب بالاخره اومدیم این شهره که مرده رو بکشیم. ولی میگن این شهره انقدر همه دیوانن، همه چیز مصرف میکنن. مثل که حتی این اسبم یه چیزی مصرف کرده. مثلا حالش خوش نی. من استاد سوال پرسیدنم. الان یه جوری از اینا سوال پیچ کنم که مرده رو پیدا کنیم. خب هی یورو، این یا امام ساموئل جکسونه یکی دیگه میکنه، یا ابوالفضل این گوریلنگوریه کیه؟ خدا ولش کن. یکی بیتر بالاخره یه خانم متشخص پیدا شد. خانم زیبا، خانم متشخص یا خانم زشت. من غلط کردم، این سوالی از شما ندارم. این تنلش چی میگه؟ این از این سوال میپرسم. هی تنلش بلنش بگو مردی که بیچاره نتونست جواب بده چون مرد. مدانی محمد خطر کجاه؟ من آدم خام مالی نیستم، باید نمیگم کجا. یکم بهت پول میدم. ایول فهمیدم. محمد خطر کجایی؟ چه تغییر چهره‌ای دادی کشافت. یکم درگیر شدیم محمد، منم زدم دهنش رو چیزویش کردم، ولی سگش خیلی روی حساب بود. بدبخت ساکت شد. بعد یکی از رفیقاش آمد زدم، ولی بدلکار خوبی نبود چون این ضربه آخریه گیر کرد.